بزنم شما نقش زن رو در غرب میبینی، بیش از اون که نقش اجتماعی داشته باشه، نقش چی داره؟ شهوانی داره، نقش پورنوگرافیک داره. چه درآمدی اینها سالانه از پخش فیلم های پورنوگرافی دارن؟ این کالا رو شما قیمت بکن 1000 تومان، فقط کافی یک زن با نیمه برهنه به تو تلویزیون تبلیغ کنه، دستش بگیره بره بشه مثلا فروشش 2 برابر بشه، 3 برابر بشه. زن همینه، نگاه به زن اینه. چرا در فرانسه جلوی حجابو میگیرن؟ طرف برمیگرده به بغل دستش میگه تو اینا چیه این به قول این پارچا پیچونی دور کلت؟ میگه من نمیخوام نگاه شهوانی به من باشه، خوشش میاد یارو اروپاییه. باید جلوشو گرفت، باید جلو این رو گرفت. مگه آزادی نیست؟ آقا دوست داره با چادر بره، اصلا با حجاب بره، چی میشه؟ میاد بهانه میتراشه. نه کلی نمادهای مذهبی نباید باشن. دوستان این ماری که اینجا میبینید دم خودش رو گاز گرفته، عنایت داشته باشید. میگن خدای خورشید وقتی میرفت با دنیای مردگان میجنگید، با دنیای بدیها، دنیای دوات، اونجا مارها میومدن دور خورشید رو میگرفتن. ماره به خاطر اینکه خورشید فرار نکنه دم خودش رو گاز میگرفت، حلقه رو چیکار میکرد؟ میبست. بعدها خورشید از داخل این حذف شد. جالب این الان نماد تئوسوفیه. اصلا اشتراک اینها رو با هم دیگه میبینی، خیلی عجیبه. نماد شیطان پرستیه. گونیا و پرگار مهمترین ابزارهای یک معمار. گونیا پرگار که اگر دو خط رو به هم وصل کنی چی درست میشه؟ ستاره 6 بند. جی حرف این وسط این چیه؟ خودش میگه حرف اول گاد، خداست. اما جالب میدونید چیه دوستان؟ گاد در زبان عبری یعنی یهوه، خدا، ارزش عددی برابر با چند داره؟ 45 داره. آدم هم ارزش عددی ابجدش چند میشه؟ 45. زمانی که داره میگه خدا منظور انسانه، انسان رو داره خدا میدونه. ببین مگه ما به نمک قسم نمیخوریم؟ چرا؟ چون ارزش چیز ابجدش میشه چند؟ 110. چون علی هم میشه 110، ما حرمت قائلیم در کنارش به این یکی قسم میخوریم، میگیم به نام مقدس امیرالمومنین مثلا سوگند یاد نکنیم. اینا به همین دلیله. جالب اینجاست بعدها خودشون لو میدن که این حرف اول گوت یعنی بز به زبان انگلیسیه، به خاطر اینکه بزه میدونی، بز بافومت بز مخصوص شیطان پرستان در مورد توضیح خواهم داد. و دیگر این که مسیح رو نعوذ بالله مثل یک بز به صلیب کشیدند. این نگاه اینها به پیامبرانه. اینجا شما بزی رو در داخل ستاره 5 پر میبینید که جای میگیره این بز بافومت. خب میبینید که گونیا و پرگار تبدیل میشه به ستاره 6 پر. توضیح دادم نماد تئوسوفی. راجع به این اس یا سوئستیکا هم بهتون بگم دوستان. این نماد ریشش آریاییه. اما اینها اگر سوئستیکا، ببینید چرخ خورشید این طرفی، با برعکسش که این طرفی به چرخه، خب با هم قاطی کنی چی درست میشه؟ صفحه شطرنجی. دلیل استفادهشون اینه. گفتم از جمع متناقضین خلقت به وجود اومده دیگه. صفحه شطرنجی گیت ورود چی؟ شیاطین. بلا استثناء یه لوژ نمیتونی پیدا بکنی که کف شطرنجی نباشه، مگر اینکه معذوریت داشته باشن. از این به بعد برو فیلم‌های هالیوودی رو نگاه بکن، میبینی بلا استثناء کف‌ها چیه؟ شطرنجیه. دلیل اینه. شما نگاه میکنی گیت های ورودی معمولا 2 تا ستون داره، یک اتفاق بین 2 ستون. اصلا برجای 11 سپتامبر، برج تجارت جهانی WTO World Trade Center، اینا چی بودن؟ برج عدد 11 یا هم برج جلو معبد سلیمان بودن دیگه. مسئله بعدی کورناتو یا هورنت هنده. نگاه بکنید، توضیح و تأکید، قاطی نکنید اینا رو با هم دیگه. اینو خیلی ظریفه. فقط با دست راست. متوجه شدین؟ فقط با دست راست. اگر با دست چپ باشه 60 باید باز بشه. الان این نماد فراماسونری نیست. نماد چیه؟ I love you. درسته؟ قاطی نکنید. این نماد فراماسونری نیست. با 2 دست نماد فراماسونری نیست. الان توی آذربایجان بوزگورت رو که میدونید، البته اون یه تفاوتی داره، اون که شبیه اینطور میگیرن. بوزگورت نماد چیه؟ گرگ خاکستری و که فلان و داستان‌های نمیخوام وارد بشیم. این رو با هم قاطی نکنید. پس برای رفتی تو تبریز دیدی یه نفر اینجوری که بخوابونی زیر گوشی و رای ماسون فلان فلان شده بام. نه بابا، اون دیگه هر گردو نیستش. ببینید این بز بافومته. در مورد این توضیح بدم خدمتتون. دستی که دست راسته رو به بالاست، ببینید با اینجا مثلث رو به پایین رو درست میکنه. درسته؟ میشه نماد زن. دستی که رو به پایینه نماد با زیر بغلش نماد مثلث رو به بالا رو درست میکنه، میشه نماد مرد. از ترکیب این 2 تاست. ببینید همه چی تقارنی. ماه سفید بالا، اینجا ماه
سیاه پایین، همه چی باید تقارن داشته باشه. ستاره 5 بر فلان بهمان. در بغل این به قول یک چشم شما میبینید که همون شبیه قرنیه چشمه، تک چشمه. 2 مار رویده که بعدا میشه یکی نماد بهداشت جهان و یکی نماد تجارت جهانی. همه چی رو همینها وام گرفتن از همین فرهنگ. اینم مجسمه جورج واشنگتن بنیانگذار ایالات متحده که میبینید مو نمیزنه با این که دست راست بالا و دست چپ پایین ماجراها داره ها، خیلی عجیبه. مجسمه های شیطانی در چین پیدا شده متعلق به 3000 سال پیش دستا اینجوری بود. یعنی ما بگیم نشانه تطور یا اشاعه. نمیتونیم به این نگاه بکنیم که شخصی واحد داره به همینا دستور یکسان میده و اون کسی نیست جز همان که قرآن کلام الله مجید داره اشاره میکنه، ابلیس. مدیریت فتنه ها رو به دنیا گرفته. ببین عزیز من، قرار بود اون به ماها سجده کنه، درسته؟ گفت نمیکنم، یه کاری کنم این به من سجده کنه. کرده به خدا. امروز عملی شده اون قولی که اون داد و اون تهدیدی که کرد. شما این عموسام پدربزرگ ایالات متحده، شما اینو کجا تو راهپیمایی همین بنده خداست آتیشش میدن، این کلاش. شما نگاه بکنید حالا. از زمزمه‌تون مشخص که متوجه شدید. ببینید مو نمیزنه، ستاره 5 بر فلان. این تفکر پشت سر پرچم امریکا 13 تا خط داره. 13 تا خط، یکی سفید یکی قرمز، رنگ‌های بواز و جاشین ستون‌های و غیره. خب این که اینجا نگاه بکنید دستش رو اینطوری گرفته، دست چپش چی میشه؟ یه دونه شست باز میشه. تو دست راستش رو اینجوری گرفته، نگاه بکنید. اینجا تو این شکل دست راستش رو اینجوری گرفت، دست چپ یک شست باز میشه. چون قسمت راست بدنش نماد مرد بودن، یک شست به نشان مرد بودن اضافه میکنه. به خاطر همین میگم دقیق ویژه است. توی ماسون ها تنها کسی که خیلی قاطی میکرد اینا رو به هم میریخت جورج بوش بود. خیلی قاطی میکرد، اصلا نامه بهش نوشتم، گفتم بابا حواس جمع باش، خیلی حساسن روی این مسائلشون. اخیراً یک خورده نمادگرایشون لوس شده، یعنی اینکه رعایت نمیکنه. مثلا حتما باید دستکش سفید دستشون باشه تو لوژهاشون، به خاطر اینکه دستکش سفید نشانگر اینه که ما در توطئه قتل هیرام نقش نداشتیم. الان مثلا عکسایی هستش که شما لوژهای ایناس میبینید 3-4 تاشون دستکش سفید دارن، 3-4 تا ندارن. چون دیگه تمام شد فراماسونری. امریکا هم تمام شد. نظم نوین جهانیشون یک برنامه جدید و یک چیز جدید دیگه است. حکومت علنی اسباط 12گانه بنی اسرائیل بر دنیاست. شما در تابلو شام آخر داوینچی هم اینو میبینید. ببینید حضرت عیسی مثلث رو به بالا با مریم مجدلیه مثلث رو به پایین رو درست کرده که اگه اینو بکنی از اینجا بچسبونی اینجا، سر حضرت مریم مجدلیه کجاست؟ رو شانه حضرت عیسی. و میدونید که راجع به حضرت مریم مجدلیه اینا چه نظری دارن؟ میگن یک فاحشه بوده. زمانی که مل گیبسون میخواد فیلم بسازه در مورد همین مصائب حضرت مسیح، کیو میذاره هنرپیشه؟ مونیکا بلوچی. احسن. تو یکی از وبلاگ‌ها خوندم نوشته مونیکا بلوچی، این مال نمیدونم زاهدان مال فلان، یا ایتالیایی یا عجب. خدمتتون عرض بکنم مونیکا بلوچی جز 100 زن زیبای دنیاست و به طرز عجیبی دوست داره تو فیلماش همیشه مورد تجاوز قرار بگیره، نقش پورنوگرافیک داشته باشه، همیشه میاد عمدن اینو میذاره. خیلی جالبه. اینا بهتون میگم. بس شما میگی آی اومد این علیه یهودیا فیلم ساخت، یهودیا فلانش کردن، ول کنید این ظواهر و بازی‌ها رو. ببینید چیو برای شما جا انداخت. این مهمه. فیلم جنگیر نگاه نکن آخه اون جن رو بالاخره میتونن بگیرن. نگاه کن این برای شما جا بیفته که چی بابای 2 تا کشیش اومده جلو چششون بتونن یه جن یا دختر بکشن بیرون. بالاخره هم نتونستن. یکیشون بعد کشته شد، جنم سالم موند. یعنی چی؟ قدرت اجنه و شیاطین. شماها نمیتونی. اون 2 تا کشیش تونستن. شماها نمیتونی چون 2 تا کشیشو نداری. فیلم پارانورمال اکتیویتی رو برای چی میسازه؟ توی اونجا اون جنگیره رو وقتی میارن پارانورمال اکتیویتی میبینین گفتن مستنده و دروغ در اومد، فیلم بود. وقتی اون جنگیره رو میارن این دختره میگه ما میتونیم از دست این جن رهایی پیدا بکنیم. بابا آمریکا ساخته جن دارم میکنم من. میگه که همون حرفی رو که امیرالمومنین در دعای کمیل خطاب به حضرت حق میگه اینم برمیگره به اون میگه چی؟ ولا یمکن الفرار من حکومتک. ها میگه هیچ راه فراری از حکومت این شیاطین نداری. داره جا میندازه. از سال 2000 تا 2006 تا 2009 6 تا هری پاتر واسه من شما ساخته. تنها چیزی که توش وجود نداره چیه؟ خدا آموزش سحر و جنگیری داره. باید آماده بشی برای 2012. ذهنت باید آماده بشه. چون نظم نوین جهانی اینا حکومت بر جن و یک بار دیگه میخوان حکومت سلیمانی به وجود بیارن. اولین پرچمی که برای ایالات متحده سفارش داده میشه تک چشم به وضوح دیده میشه. پرچم دیگه متأخرشون که واضحه 13 خط سفید و قرمز.
و خیلی زیاده. من اینا از هر کدوم از هر 100 عکس 2 نمونه انتخاب کردم. باید اینا دونه دونه باز